شما خوش آمدید آقا با این ویدیو از چنل من بنمی لطفا من از ویدیو که قراره به شما برنامه‌ای که مخصوص کسایی که بازی می‌کنه مثل من شروع کردن هم هورا رو قبلش لطفا کانال رو ساب کنید و فشار کنید و وسط ویدیو تگ ویدیو و اول ویدیو لایکتون رو بفرمایید چون یوتیوب یه لایک های شما رو بپرونه و کامنت انگلیسی یادتون نره و اگه ایده دیگه دارین به من الهام کنین. بریم سراغ ویدیو. خب قراره بهترین نشو بگیم مثلا استاپ موشن اگه مثلا یه برنامه هایی که مثلا بتونیم باشه انیمیشن بسازی این بهترین برنامه است که اسم برنامهش میتونین برداریم. یه برنامه دیگه هم که این مقصد خودتونه که شما باش هم میتونید ادیت کنین هم میتونید اینجا استودیو یوتیوب برای اینکه کانالتون رو ببینید و پیشرفتی کردین. این برنامه که من خودم برای داخل گوشی مثل خودم میکنم میتونید فیلم چیزی میخواین اینم تیک تاک دیسکوردم باشه لطفا بهم یاد بدین چون لازم دارم پیج دیسکورد برای خودم بزنم. همین که نه هنم کلی برنامه وجود داره. من کسی که مثلا ماشین بجز کلاس دوستا جلوگی یه متخصص خودتونه. من برای کسی که نمیدوستا اینم یه دونه کالوری برای پس‌زمینه گوشی مثل پس‌زمینه گوشی من یعنی پس‌زمینه این پس‌زمینه گوشی منه که شما حالا میتونید اینجا انتخاب کنید و دیگه من چون ایده جذابی اگه داریم بازم بهم بگید. من بیشترین ایده رو لازم دارم. ما بجز این جالبی من نهازی شوفری بهترین بازی میاد که یه دونه ویدیو ازش گرفتیم. آپارات به در نمیخوره چرا چون همشون بچه کودک کارن. من اینو چرا نصب کردم اینو چون که همین داداش هم لازم داره. این هم محدود کسی که ساعت میشکنده میتونم برنامه‌اش نصب کنین و حالشو ببرین. دوام که من هنوز فعال نکردم اون چیزمون دیگه همینه دیگه بچه این هم برای کسی که پهباد دارن. این بهترین هم نگفته کسی بهتون این هم نصب کنم برای پهبادتون اگه دوربین داره و همین دیگه. آره همین امیدوارم از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشین تا ویدیو بعد. خداحافظ. خداحافظ.